زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. الی یوم القیامه یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده نیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی. این کارزار ادامه داره. این جبهه حسینی است در مقابله با ظلم فعالیت میکنه و جهاد میکنه. ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.